رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على كهف الحسين وغياث المضطرب المستكين، حجتك وكلمتك، الناموس الأكبر الإمام المهدي المنتظر. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره والفائزين بلقائه. والجمال نورانی حضرت مهدی بلند صلوات. سار ارواح طیبه شهدا، شهدای گلگون کفن کربلا، قافل سالار شهدا حسین ابن علی علیهم السلام، شهدای سربلند و سرافراز کشور ما، شادی ارواح اموات، گذشتگان، رفتگان جمع و مجلس، گذشتگانی از بیت مکرم مرجعیت، صلوات دومی عنایت بفرمایید. ارادت دارم به ساحت مقدس و مطهر ولی عصر و زمان آقامان حجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا له الفدا. عرض ادب دارم حضور همه عزیزان، سروران گرامی، بزرگان، معاصن سفیدان، متنفذین، جوانان، نوجوانان، حضرات اساتید و علما. دعا میکنیم خدای متعال به عظمت این شبها ما را از شیعیان و محبین واقعی آقا امام حسین علیه السلام محسوب بفرماید. دعا میکنیم خدای متعال به عظمت امام حسین مشکلات، گرفتاری ها، رنج ها، مشقت ها، بحران ها از میان همه ما و شما، از جامعه ما دور و برطرف بگرداند. دعا میکنیم خدای متعال این قدم هایی که این شبها و روزها در مسیر عزاداری برداشته می شود، این قدم ها را در پل صراط ملغزاند. از فرمایشات سرور ارجمند حاجی آقای حسنی زیده الظهر استفاده کردیم. شب هفتم محرم است، منسوب است به قمر منیر بنی هاشم، قمر العشیره، باب الحوائج خاندان، حضرت عباس علیه السلام، شخصیتی که 3 امام معصوم علیهم السلام نسبت به او فرمودن جانم به قربانت. عصر روز عاشورا، عصر روز تاسوعا
برادرش امام حسین علیه السلام فرمود به نفسی انت عباسم جانم و فدایت. امام صادق علیه السلام جان خود را قربان او می کند. امام سجاد علیه السلام هم همینطور. 3 امام معصوم نسبت به این شخصیت اظهار ارادت می کند. او یک امامزاده است. ما کمتر امامزاده را داریم که امام معصوم درباره او سلام نامه گفته باشد. اما عباس علیه السلام کسی است که امام صادق علیه السلام درباره او سلام نامه خوانده است. در مجلسی که امام سجاد علیه السلام نشسته بود، اصحاب او هم حضور داشتند، فرزند حضرت ابوالفضل وارد شد. تا حضرت چشمش به فرزند ابوالفضل افتاد، فرمود خدا رحمت کند عمویم عباس را که در روز قیامت همه شهدا با او غبطه میخورند. ما این همه شهید داریم، از حمزه سید الشهدا بیا تا آخرین شهید، ولی فرمود روز قیامت همه شهدا، حمزه سید الشهدا، شهدای اولیه و شهدای آخرین به حال حضرت عباس غبطه میخورند. شخصیتی که وقت امام حسین علیه السلام به سوی کربلا آمد، در رکاب او حرکت کرد. مادرش ام البنین، البته این نکته را من اینجا عرض کنم، بعضی وقتا روضه خوانها روضه میخواند که حضرت ام البنین را وقتی امیرالمؤمنین به همسری برگزید، آمد وارد خانه علی شد، بعد دور بچه های علی میچرخید و اینها را بزرگ کرد، در حالی که این گونه نیست. امیرالمؤمنین 10 سال بعد از حضرت زهرا با ام البنین ازدواج کرده. بعد از حضرت زهرا همسر دیگری اختیار کرده، بعد از 10 سال با ام البنین ازدواج کرد که وقت ام البنین وارد خانه امیرالمؤمنین شد، فرزندان امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین بچه نبودن، 18 ساله و 19 ساله بودن، نه کودک. ولی همین ام البنین فرزندانش را، عباسش را و سایر فرزندانش را فدایی امام حسن و امام حسین تربیت کرد. وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسید، عباس 16 سالش هست، کربلا 36 سالش، خودش و 3 برادرش مطیع محض امامش، مطیع محض مولایش حسین ابن علی بود. امشب متعلق به چنین شخصیتی است و خوش به حال شما که در چنین شبی پای علم او عزاداری می کنید و پرچم او را به عنوان نماد دین و دینداری خود برگزیده اید. موضوع بحث ما ملاک دین و دینداری، معیار دین و دینداری است. در مکتب عاشورا چیزی که این مکتب برای ما عرضه می کند الگو هست. ما از اول اسلام الگو داریم و هیچ الگویی بالاتر از خود پیغمبر برای ما نیست و قرآن هم او را در زندگی ما الگو معرفی می کنند. ما نه تنها از مکتب امام حسین الگو می پذیریم، قبل از مکتب کربلا از مکتب جدش پیغمبر الگو می پذیریم. اجازه بفرمایید من امشب با توجه به این که اکثریت جلسه را جوانها تشکیل میدن، نوجوانها هم هستن و خیلی از خانواده ها هستن که نونهال دارن، کودکانی دارن،
حدیثی از پیامبر عظیم الشأن اسلام تقدیم محضر کنم، یک بحث تربیتی رو مطرح کنم که خیلی مبتلا به جامعه امروز ماست، با توجه به الگوگیری از پیامبر عظیم الشأن اسلام. قرآن کریم می‌فرماید ما به پیغمبر 4 چیز عظیم دادیم، 4 چیز بزرگ. 4 بار کلمه عظیم در مورد پیغمبر در قرآن به کار میره. ما به پیغمبر قرآن عظیم دادیم. 1 قرآن عظیم، لقد آتیناک 7 المثانی و القرآن العظیم. یکی از اون چیزها قرآن عظیم است. این 1. 2 ما به پیغمبر لطف عظیم دادیم. دومین چیزی که به پیغمبر دادیم لطف عظیم. بالاخره این پیغمبر یتیم بود، بی پناه بود، بی کس بود، بی کار بود، کسی حمایتش نمی کرد، کسی او را نمی شناخت، یک آدم نامگون بود، ولی کارش به جایی رسید که من خدا اسم او را در کنار اسم خودم قرار دادم و رفعنا لک ذکرک. این لطف عظیم است. 2 لطف عظیم. 3 ما به توی پیغمبر ملک عظیم دادیم. بالاخره مکه و مدینه و سایر کشورهای اسلامی در قلمرو حکومت تو در آمد. تو یک یتیم بچه بودی، کسی تو را نمیشناخت. وقتی مبعوث به رسالت شدی اکثریت جامعه تکذیبت کردند، کسی از تو حمایت نکرد، تأیید نکرد. 23 سال بعد تمام قلمرو کشورهای اسلامی تحت سیطره تو، مکه و مدینه و سایر کشورها اسلام در او سرایت کرد. ملک عظیم دادیم. 4 فرمود خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم. ما به توی پیغمبر خلق عظیم دادیم. حالا این خلق عظیم چیه؟ اگر بخوایم خلق عظیم پیغمبر رو بدانیم و خلق عظیم پیغمبر رو بشناسیم، بهترین مدرک نهج البلاغه، چون هیچ کسی به اندازه امیرالمؤمنین پیغمبر نمیشناسه. 33 سال تمام علی در کنار پیغمبر بوده. از اون لحظه ای که ابو طالب علی رو به پیغمبر و خدیجه واگذار کرد، هنوز علی دندان نیاورده بود، دندان نکشیده بود، بچه بود. پیغمبر غذا را له میکرد، دهن علی میگذاشت. از همون لحظه امیرالمؤمنین در کنار پیغمبر است تا 10 ساله می شود. پیغمبر مبعوث به رسالت میشه. بعد از او در کنار پیغمبر است تا 33 سال. 33 سال امیرالمؤمنین با پیغمبر است. 30 سال بعد از پیغمبر حیات داشته، 63 سال عمرش. هیچ کسی به اندازه امیرالمؤمنین پیغمبر رو نمیشناسه. از ریز و درشت زندگی پیغمبر با خبرم. و وقتی هم کسی میخواستن پیغمبر رو بشناسن از علی سوال میکردن. بهار الانوار جلد 16 حدیثی از امام رضا علیه السلام که امام حسین از پدرش امیرالمؤمنین یک وقت سوال کرد، پدر جان از زندگی پیغمبر به من خبر بده، رفتار او با بچه ها چطور بود، با خانواده چطور بود، با مردم چطور بود، داخل خانه چطور بود، بیرون خانه چطور بود. وقت امیرالمؤمنین علیه السلام یک سری خصوصیات برای پیغمبر نقل میکند. یأکل علی الارض، پیغمبر روی زمین می نشست. اینا رو مقدمه میگم تا به اون بحث اصلی برسیم. یأکل علی الارض، پیغمبر همیشه رو زمین می نشست. خاکی بود، متواضع بود، فروتن بود، گردن فرازی نداشت، تکبر نمی ورزید. تکبر لباسی است که فقط شایسته قامت خداست. آدمی از خاک آفریده شده، باید خاکی باشه، متواضع باشه، فروتن باشه.
گردن فرازی برای بشر زیبنده نیست. بهلول دزد آمد مالشو برد، موبایلشو زد، مثلا کامپیوترشو برد، تو زمان موبایل نبود. بهلول وقتی دزد مالشو برد آمد سر قبرستان، نشست روی قبرستان. گفتن اینجا چی میکنی؟ گفت منتظر دزدم. گفت دزد که دیگه رفت، موبایل برد، دیگه بر نمیگردم. گفت نه، هر کجا که باشه همینجا برمیگرده، آخرش همینجا برمیگردم، چون آدمی از خاک به خاک برمیگردم. فیها نعیدکم رو در قرآن کریم شنیدید دیگه. منها خلقناکم، شما را از خاک آفریدیم، و فیها نعیدکم، دوباره شما را به همین خاک برمیگردانیم. پیغمبر بر زمین می نشست، متواضع بود، فروتن بود. یجلس و جلسة العبد، همیشه با آدمای ساده، با آدمای معمولی نشست و برخاست داشت. یخسف بیده نعله، اگر کفشش پاره میشد خودش وصله میداد، خودش میدوخت، خودش سوزن میزد. یرقع بیده ثوبه، لباسش پاره میشد پیغمبر خودش میدوخت. همه این کارها را پیغمبر خودش انجام میداد. لین بود، نرم خو بود. یک وقتی طرف مسجد میرفت، خانم صداش زد یا رسول الله، این خانم دختر حاتم طایی است. حاتم طایی مسلمان نشد، مسلمان از دنیا نرفت، ولی فرزندانش مسلمان شدند. خیلی مسلمان‌های محکم، فرزندش از اصحاب امیرالمؤمنین. دختر حاتم طایی در یکی از جنگ‌ها اسیر شد، به دست مسلمان‌ها افتاد، جنگ قبیله‌ای. پیغمبر رو دید، دوید دنبال پیغمبر، گفت یا رسول الله، من دختر حاتم طاییم، پدرم رو که میشناسی. پیغمبر توقف کرد، لین است، نرمخوست. گفت شما دختر حاتمید؟ گفت بله. فوراً دستور داد خلوا سبیلها، آزادش کنید. این دختر معمولی نیست، پدرش حاتم طایی شخص سخاوتمند، شخص کریم بوده است. لین بود پیغمبر، نرمخو بود. امیرالمؤمنین فرمود اصدق الناس لهجة، صادقترین مردم بود پیغمبر. اشجع الناس، شجاعترین مردم بود که وقتی ما در جنگها عرصه بر ما تنگ می شد به پیغمبر پناه می بردیم، به او پناهنده می شدیم. وقتی لشکر رو به شکست می شد می رفتیم از پیغمبر نیرو می گرفتیم، انرژی می گرفتیم. همونطوری که در روز عاشورا اصحاب امام حسین هم وقتی عرصه بر اینها تنگ می شد به امام حسین نگاه می کردن، قوه می گرفتن، نیرو می گرفتن، انرژی می گرفتن، چون امام حسین اشجع الناس بود و تنها شهید است که از همه شهدا تشنه‌تر به شهادت رسیده. در میان شهدای کربلا از همه شهدای امام حسین تشنه‌تر به شهادت رسیده. دلیل تشنگیش هم چند چیزن. یکی زمان بیشتر، چون دیرتر به شهادت رسیدن. بعضی از شهدا در کربلا صبح به شهادت رسیدن، بعضی ها دم ظهر به شهادت رسیدن، بعضی ها مثلا ساعت 1 بعد از ظهر. ولی امام حسین آخرین شهیده، آخرین شهید، دیر به شهادت رسیدن و لذا از همه شهید تشنه‌تر بود. دلیل دیگرش فعالیت زیاده. این همه خیمگاه رفته، این همه جنازه آورده، این همه شهید آورده، این همه خیمگاه و قتلگاه را سعی کرده است. دلیل دیگرش هم خطبه هایی که روز عاشورا خوانده است، سخنرانی های مفصل که آقا ابی عبدالله بعضی از خطبه ها را با صوت خوانده است. ایها الناس، با خطاب بلند. خب سخنرانی خودش تشنگی میاره، خطابش تشنگی میاره. هم سخنرانی داشته، هم خطابه داشته، هم فعالیت داشته، هم دیرتر به شهادت رسیده و لذا از همه شهدا تشنه‌تر بودن. اصحاب روز عاشورا وقتی عرصه بر اینها تنگ می شد به امام حسین علیه السلام پناه می آوردن، به او نگاه می کردن.
حالا امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد پیغمبر این توصیفات رو دارد. وقت میگوید شما از پیغمبر باید الگو بگیرید، پیغمبر الگوی شماست. الحمدلله در مورد پیغمبر، سخنان پیغمبر، کلمات پیغمبر، رفتار پیغمبر، همه اینها در اسلام به رشته تحریر در آمده. ما یک کتاب داریم در رابطه با قیافه پیغمبر، شمائل النبی، ای که پیغمبر قیافش چگونه بوده، شکل و شمایلش چگونه بوده، چشمانش، خالش کجا بوده، و همینطور مکاتبات پیغمبر به رشته تحریر در آمده، زندگی او، سیره او، سنت او. الحمدلله مرجع عالی قدر ما فقیه اهل بیت حضرت آیت الله العظمی حاج واعظزاده بهسودی دام ظله العالی هم که از 10 سال پیش برنامه معارف نبوی را روی دست دارد و تا به حال از شرح حال پیغمبر را شرح داده است، فرمایشات او، سنتهای او، رفتار او، و تقریبا به جلد 7 یا جلد 17 یا 18 معارف نبوی را ما امروز الحمدلله داریم. از این جهت ما غنی هستیم الحمدلله. اما حدیثی که امشب خواستم محضر عزیزان تقدیم کنم و یک حدیث تربیتی هست که خانواده ها خوب توجه کنن، چون جلسه ما هم کودک است، نوجوان است، جوان است، پیر است، مادر است، خواهر است، هر جور فرد را ما در این جلسه داریم. در موضوع تربیت، ملاک دینداری و معیار دینداری این حدیث خیلی مهم است. برخورد پیامبر با بچه ها. الان خیلی از ما خانواده ها از بچه ها شاکی هستیم، از نوجوان ها، از جوان ها. میگیم برخوردها درست نیست، باید درست شود. با یک کودک چجور برخورد شود، با یک نوجوان چجور برخورد شود. رسول خدا فرمود من کودکان را به 5 دلیل دوست دارم. یک بار دیگه میگم، فرمود انی احب الصبیان، من کودکان را به 5 دلیل دوست دارم. یعنی بچه ها 5 تا ویژگی دارن که من به خاطر این 5 تا ویژگی بچه ها را دوست دارم. برادران و خواهران، این 5 تا صفت را از بچه ها یاد بگیریم. همش اینطور نباشه که ما به بچه ها یاد بدیم. بعضی چیزها را ما باید از بچه ها یاد بگیریم، این فطریه، طبیعیه. فرمود اولین ویژگی که اینها دارن کودکان، بچه ها، البکاون، اینا زود گریه میکنن، قلب رقیق دارن، قلب نازک دارن. دیدید بچه زود گریه میکنن، کمی ناراحت بشه گریه میکنن، نوبتشو بگیری گریه میکنن، مکتب نمره نگیره گریه میکنن، پدر تون نگاه کنه گریه میکنن، مادر یکم تون نگاه کنه گریه میکنن. اینا قلبش نازکه، قلب رقیق داره، قلب نرم داره. پیغمبر میگه من بچه ها رو دوست دارم به خاطر که اینها زود گریه میکنن، قلبشون نازکه. چقدر خوبه که آدم قلبش نازک باشه، قساوت قلب نداشته باشه، دل سنگ نباشه یا سنگ دل نباشه. بعضیا متاسفانه قساوت قلب دارن، سنگ دلن، دل سنگ دارن. خیلی 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 هنر کنن برای امام حسین، یک قطره اشک بریزن، اشکی از او جاری نمیشه، دل نازک ندارن. دوم فرمود یتمرقون به تراب، بچه ها با خاک بازی میکنن. من به این دلیل بچه ها رو دوست دارم. دیدید الان بازی ها فرق کرده متاسفانه، موبایل آمده، کامپیوتر آمده، تیک تاک آمده. بعضی از این بازی هایی که امروز دست بچه ها هست و خانواده ها خیلی مراقب باشن، سلامت روح و سلامت روان بچه ها را تهدید میکنن و خطر جدی هست که اینها در فضای مجازی بازی میکنن. یکی در رگریشن است، یکی در شهرک اتفاق است، دوتایی با هم جنگ میشن، یا یکی کابل است، یکی ایران است، یکی استرالیا هست.
اینا با همدیگه ارتباط میگیرن، در یک بازی با همدیگه جنگ میشن. اینا سلامت این بچه ها را تهدید میکنن، خطر داره برای سلامتی اینها، روح و روان اینها. او بازی های قدیم چقدر بازی های خوب بود. واقعا دوران کودکی بزرگایی که اینجا هستن شاید یادشان بیاید چقدر دوران قشنگی بود. بازی با توپ داشتیم، بازی با چوب داشتیم. اگر یاد بعضی از جوانها مانده باشد، چیز به نام شیربوز بود، چیز به نام نمیدانم کتار بود، چیز به نام شیغی بود. شیغی بازی رو که همه یاد شما هست دیگه. چقدر بازی های سالم بود، چقدر بازی های تربیتی بود. متاسفانه از اون بازی ها الان خبری نیست. بازی های آمده در بازار که واقعا روح و روانی فرزندان ما را تهدید میکنه. بازی های با موبایل خطرناک است. 3 ساعت 4 ساعت یک بچه در فضای مجازی سر از تلویزیون، سر از تلفن بر نمیداره. یکی اینجا، یکی استرالیا، یکی آمریکا. اینا سلامتی بچه های ما، روان بچه های ما را تهدید میکنه، خطرناک است. این بازی ها را سعی کنیم بچه ها عادت نکنن که واقعا خطرناک است. ما در روایت هم داریم که خاک بهار بچه هاست. التراب ربیع الصبیان. یک کسی از علما نقل میکرد، رفتیم در یکی از کشورهای اروپایی، در کشور سوئد، دیدیم اونجا مهد کودکی هست. خیلی تشکیلات داره، دم و دستگاه داره، خب کشورهای پیشرفته است. وسط این مهد کودک یک کامیون خاکم خالی کرده، یک تریلی، یک موتر، منتها خاک تمیز، خاک بهداشتی. یک لحظه گذشت، زنگ خورد، دیدیم این بچه ها از اتاقاشان آمدن بیرون، ریختن روی همین خاکا، بیلای پلاستیکی، سطلای پلاستیکی، هی مشغول خاکبازی شدن. تعجب کردیم. رفتم از اون مدیری که اونجا بود پرسیدم، گفتم این قانون مهد کودک شماست که باید وسطش خرمن از خاک باشم، موتری از خاک باشم و بچه ها بازی کنن؟ گفت بله، این اداره امور طبیعی ما قانون گذاشتم، چون خاک برای بچه نشاط میاره، خاک برای بچه شادی میاره. بچه وقتی با خاک بازی میکنه شاداب میشه، تراوت پیدا میکنه. این رو اسلام قبل از تمدن غرب گفته است. حدیث داریم التراب ربیع الصبیان، خاک بهار بچه هاست. بچه ها با خاک بازی میکنن. پیغمبر میگه یکی از دلایلی که من بچه ها رو دوست دارم، اینا یتمرقون بالتراب، با خاک بازی میکنن، اهل خاکن. سوم فرمود ویژگی سومی که بچه ها دارن، یختصمون بغیر حقد. اینا وقتی با هم دعوا میکنن کینه به دل ندارن. دیدید بچه ها با هم دعوا میکنن داخل مکتب، چنگ به چنگ میشن، لباسشو پاره میکنن، حتی بدنشو زخمی میکنن، نیم ساعت بعدش فراموش میکنن، با هم آشتی میکنن. کوچه با هم دعوا میکنن، مکتب که رفتن انگار نه انگار دعوایی نبوده. میگه خودکار تو به من بده، پاککنی تو به من بده. با هم دیگه اصلا قهر نمیکنن، کینه‌ای به دل ندارن. اینا با هم دیگه جنگ میکنن، دعوا میکنن، ولی کینه به دل ندارن، کینه به دل نمیگیرن. امشب دعوا میکنن، فردا آشتیان. بعضی متاسفانه، خب اینا همش برای ما درسه. پیغمبر میگه من بچه ها رو به این دلیل دوست دارم. و مسلمان هم باید کینه برادر مسلمان در دل نداشته باشه. اگر یک برادر و خواهری با هم قهر است، اگر 2 مسلمانی با هم قهر است، نگذارن این قهر تبدیل بشه به کینه. بعضی از کینه ها واقعا خانمان سوزن. ما سرکه 7 ساله دیده بودیم، کینه 70 ساله ندیده بودیم. بعضی از کینه ها 70 ساله هم. زن و شوهر با هم قهر از زیر یک سقف زندگی میکنه، زندگی مشترکه، ولی آقا کینه خانم، خانم کینه آقا در دلش، برادر کینه برادر، خواهر کینه خواهر.
این خیلی واقعا خانمان سوزه. پیغمبر میگه من بچه ها را دوست دارم به خاطر که اینها وقتی هم با هم دعوا میکنن حقد ندارن، کینه ندارن، دلشون از کینه خالیه. بالاخره مسلمان باید از هر چیزی یک الگو بگیره. چهارم، لا یدخرون لغد شیئا. بچه ها یکی از ویژگیاش اینه که چیز را برای فردای خود ذخیره نمی کنن. شما برای بچه پول بدید برن مکتب، همه رو مصرف میکنن، نمیگه نصفشو امروز نصفشو فردا. اگر خودش هم لازم نداشته باشه نصفشو میده به رفیقش، اصلا به فکر پس فردا نیست. هر چی پول به بچه بدی بازار بره همه رو مصرف میکنه، هیچ وقت ذخیره نمیکنه، پس انداز نمیکنه. چرا؟ چون حرص آینده رو نمیخوره، برای نگران آینده نیست، برای فردا دغدغه نداره، چون او میدانه که پس فردا هم پدرش هست دیگه، پیسه براش میده، مادرش هست تأمینش میکنه. این خودش برای ما یک درسه. پیغمبر میگه این درس از اطفال یاد بگیریم که ما هم به فکر آینده خیلی نباشیم، حرص آینده را نخوریم، به خاطر آینده نگران نباشیم. بالاخره او خدایی که امروز هست او خدا فردام هست، او خدا پس فردام هست. اضطراب و دغدغه و استرس و نگرانی معنا نداره. اسرائیل علیه السلام آمد جان حضرت موسی رو بگیره. موسی در یک گوشه نشسته بود، گفت آمدم روح تو قبض کنم. یک مرتبه جناب موسی جا خورد، گفت بی خبر آمدی، ولی یک خواهش ازت دارم، اجازه بده من یک بار برم خانه، یک بار زن و بچه خودم رو ببینم، از جمله یک طفل دارم، طفل کوچیکی، بغلش کنم، ماچش کنم، بوسش کنم، بعد روح من رو قبض کن. جناب اسرائیل گفت نمیشه. گفت چرا نمیشه؟ گفت من مأمورم و معذور، همینجا روح تو قبض میکنم، روکت به خدا. جناب موسی گفت خدایا اسرائیل که اجازه نداد، حالا تو بهش بگو اجازه بدم. خطاب رسید به اسرائیل اجازه بده. رفت داخل خانه با زن و بچه خداحافظی کرد. یک بچه خردسال داشت، حالا 1 سالش بود 2 سالش، اینو در آغوش گرفت، شروع کرد موسی گریه کردن. خطاب رسید به موسی، گفت چرا گریه میکنی؟ برای مرگ گریه میکنه؟ گفت نخیر، مرگ که حق است، برای مرگ من گریه نمی کنم. گریه من برای این بچه است که حالا من بمیرم، بقیه که بزرگن کبیرن، بالاخره هر کدامی حسابکار خودشونو میرن، ولی این بچه صغیره، میترسم فردا گرسنه نماند، تشنه نمانم، نگران رزق و روزی این بچه هستم. خطاب رسید به جناب موسی که عصا رو بردار. عصا رو برداشت، گفت بزن روی صخره. زد روی صخره، صخره شکافت، یک کرمی از درون صخره بیرون آمد. گفت جناب موسی ما این کرم را در درون صخره فراموش نکردیم، رزق و روزیشو میرسانیم، وقت تو فکر میکنی که ما زن و بچه تو را فراموش میکنیم. ما از اون مرچه زیر سنگ کنار دریا غافل نیستیم، وقت تو فکر میکنی که از بنده خود غافلیم. غصه فردا را نخور. یکی از خصوصیاتی که بچه ها دارن همینه، چیز را ذخیره نمی کنن، پس انداز نمی کنن، هرچی پول بهش بدی میره مکتب مصرف میکنن، نمیگه چیزی برای پس فردای خود نگه دارم، خودش مصرف نکنه به رفیقش میده. این ویژگی 4م است که بچه ها داره. پیغمبر میگه من بچه ها را به این ویژگی ها دوست دارم. ویژگی 5م که بچه ها داره، فرمود یعمرون ثم یخربون. همه اینها را ما تجربه کردیم. وقتی بنده اینجا میگم اینا در ذهن شما تداعی میشن. بچه ها یکی از ویژگی هاش اینه، چیز را که میسازن زود خراب میکنن. یاد شما هست دیگه، ما قبلا وقتی بچه بودیم، کودک بودیم، خانه میساختیم، گل درست میکردیم، سنگ میآوردیم، چوب میآوردیم، از صبح تا ظهر درست میکردیم، چاشت همه رو خراب میکردیم. یعمرون ثم یخربون. این بچه ها وقتی کنار دریا میرن میسازن خراب میکنن، میسازن خراب میکنن. این کنایه از اینه که اینا وابسته به این خانه نیستن، وابسته به این دنیا نیستن،
وابسته به این زندگی نیستن. یعنی شما هم وابستگی نداشته باشید، مثل این بچه ها باشید. به این خانه وابسته نباش، به این بلند منزل وابسته نباش، به این موتر وابسته نباش. بالاخره همه اینها رفتنیست، همه اینها رفتنیست. به هیچ کدام از اینها وابستگی نداشته باش. امیرالمؤمنین علیه السلام رفت بالای قبرستان، شروع کرد با مرده ها سخن گفتن، با مرده ها سخن میگفت آقا امیرالمؤمنین. بعد به مرده ها گفتش که میخواید من از اینجا به شما خبر بدم چه خبر هست؟ خبرهایی که ما داریم برای شما، شما که در عالم برزخید، خبرهایی که ما از اینجا برای شما داریم. بعد شروع کرد به مرده ها خبر دادن. گفت زنهای شما که ازدواج کرد، خانه های شما را هم کسای دیگه آمد ساکن شد، ورثه آمده الان نشسته داخل خانه های شما. بعد ملک و املاک و مال شما هم دیگه تقسیم شد، موتر را یکی برد، خانه را یکی برد، بلند منزل تسلیم یکی شد. این خبرایی است که من علی برای شما دارم. زنان شما ازدواج کرد رفت، خانه های شما را کسی دیگه ساکن شد، ورثه آمده نشستم، مال شما بین ورثه تقسیم شد، بلند منزل یکی گرفت، موتر یکی گرفت، حولی تسلیم کسی دیگه شد. این خبرایی است که ما برای شما داریم. امیرالمؤمنین به اموات میگم به این چیزا وابسته نباشیم، نه به خانه، نه بلند منزل، نه موتر، نه تشکیلات، نه تجارت، نه بزنس. از بچه ها یاد بگیریم. بچه ها میسازن خراب میکنن، اصلا وابستگی ندارن. او فرشتم که از صبح تا شب صدا میزنه و ما نمیشنویم، گوش شنوا نداریم که لدو للموت و ابنو للخراب. بزایید و دنیا بیارید برای مردن، بسازید برای خراب شدن. هرچی به دنیا بیارید دوباره میمیره، هرچی که بسازید دوباره خراب میشه. امیرالمؤمنین میگه این خبرهایی است که ما به شما داریم. زنهای شما ازدواج کرد، خانه های شما را کسی دیگه تصاحب کرد، او بلند منزلی که براش زحمت کشیدی کسی دیگه نشسته، ارث شما هم تقسیم شد. حالا شما چی خبر دارید برای ما بگید؟ از اموات سوال میکنن. بعد اصحاب نشسته بود دور امیرالمؤمنین، حضرت رو به اصحاب کرد گفت میدانید اینها چه خبر دارن به ما؟ حیف که شما زبان اینها را نمیفهمید. اینا یک خبر دارن از عالم برزخ به ما، کل نفس بما کسبت رهینه. اینجا آدم گرو عمل خودش هست، هرچی از دنیا آورده اینجا همونو انیس و مونسه، بهشت آورده یا جهنم. اون چه که از دنیا با خدا آورده با همون معنوسه. خبری که ما در عالم برزخ داریم همین است. بنابراین پیامبر عظیم الشأن اسلام در حدیث تربیتی خودش میفرماید من به 5 دلیل بچه ها را دوست دارم و این 5 چیز را از بچه ها یاد بگیرید. 5 چیزی که ما از بچه ها باید یاد بگیریم. اینها زود گریه میکنن، ما هم رقیق القلب باشیم. با هم دعوا میکنن، زود آشتی میکنن، کینه‌ای نیستن، ما هم کینه‌ای نباشیم. اینا اهل خاکن، با خاک بازی میکنن، ما هم خاکی باشیم، متواضع باشیم. اینا چیزی برای فردا ذخیره نمیکنن، غصه فردا رو نمیخورن. شما هم حرص برای فردا نخورید. 5، اینا وابستگی ندارن، میسازن خراب میکنن. این 5 درس از بچه ها یاد بگیرید، از صبیان یاد بگیرید. پیغمبر میگه من به این 5 دلیل بچه ها رو دوست دارم. خب وقت من به پایان رسید، بیشتر از این مزاحمت ایجاد نکنم. شب علمکشی هست، شب باب الحوائج حضرت عباس علیه السلام. از همین جا یک سلامی بدیم و دلها رو روانه کنیم کربلا، کنار حرم بلند بالای عباس ابن علی. السلام علیک ایها العبد الصالح، السلام علیک ایها المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین.
عباس خیلی نزد امام حسین علیه السلام ارزش داره. جمال حق ز سر تا پاست عباس، و یکتایی قسم یکتاست عباس. اگرچه زاده ام البنین است، ولیکن مادرش زهراست عباس. زهرا او را به عنوان فرزندی قبول کرده که وقتی روی زمین افتاد برادرش را برادر صدا زد، اهل دل میگه اینجا زهرا کنار عباس بود. وقتی زهرا رو دید فهمید لیاقت برادری با حسین پیدا کردن و اونجا بود که صدا زد یا اخا ادرک اخاک. آقای موسوی